سلام به همه. 2 سال از این که روسیه به اوکراین حمله کرد گذشته است. Ukraine is under attack by land, sea and air. The largest invasion of a neighboring country in Europe since World War II. The war has brought darkness to Ukraine. Ongoing war in Eastern Europe has severely impacted the world order. هنگامی که این جنگ شروع شد، بسیاری از اقتصاددانان در جهان پیش بینی کردند که اقتصاد روسیه به طور کامل سقوط خواهد کرد. زیرا روسیه نه تنها با اوکراین جنگ داشت، بلکه در برابر ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز درگیر بود. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. We can never match the sacrifices and the bravery of the Ukrainian people. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. We've already seen the impact of our actions on Russia's currency and the ruble. بنابراین روسیه عملاً درگیر یک جنگ اقتصادی با 2 ابرقدرت جهان بود. اما میدانید با این حال با 17,000 تحریم اقتصاد روسیه شکست نخورد، حتی بعد از 2 سال. The sanctions are not working. The Russian economy is growing. Russia's economy has performed better than some of its Western rivals. Russia's economy is projected to grow 2.6% this year. و به حد شوکه کننده است که امروز صندوق بین المللی پول یا IMF پیش بینی رشد ناخالص داخلی روسیه را از 1.5% به 2.6% اصلاح کرده است. و بسیار از اقتصاددانان میگویند که تغییر در استانداردهای زندگی مردم روسیه اتفاق نیفتاده است. Despite the war and sanctions, the Russian economy is still growing. So what's driving Russia's economic resilience? The average income is up, unemployment at a record low, and the budget deficit is still manageable. در واقع اکنون یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد در میان کشورهای G7 است. پس سوال این است که چگونه روسیه توانسته است حتی پس از 2 سال جنگ اقتصاد خود را حفظ کند؟ چه استراتژی مخفیانه وجود دارد که آنها را در برابر قوی‌ترین کشورهای جهان حفظ می‌کند؟ پس با ما باشید. سابسکرایب. اولین دلیلی که اقتصاد روسیه شکست نخورد این بود که غرب به طور اشتباهی فرض کرد که روسیه یک اقتصاد دولتی است، نه اقتصاد بازاری. برای آنانی که نمی‌دانند 2 نوع اقتصاد وجود دارد. یک اقتصاد دولتی مانند کره شمالی و دیگر اقتصاد بازاری مانند هند. اقتصاد دولتی زمانی است که یک کشور تصمیمات متمرکز داشته باشد، یعنی دولت کلیه تولیدات، قیمت‌ها و منابع را در بخش‌های مختلف اقتصاد کنترل می‌کند. در کشور کره شمالی دولت همه چیز را درباره اقتصاد کنترل می‌کند. آنها تصمیم می‌گیرند چه چیز تولید کنند، چقدر تولید کنند، با چه قیمت بفروشند و با چه کسان بفروشند. اما در هند سیستم متفاوت وجود دارد. در آنجا دولت همه چیز را کنترل نمی‌کند. بجای اینکه دولت همه چیز را تصمیم بگیرد، تاجران و مردم تصمیمات خود را درباره تولید و فروش محصولات می‌گیرند. حالا فرض کنید هر دو کشور با بحران آب مواجه هستند. در کشور کره شمالی دولت تصمیم می‌گیرد کشت برنج را به دلیل استفاده زیاد از آب ممنوع کند. بجای این کشاورزان را مجبور می‌کند تا محصولات را بکارند که کمترین مقدار آب را مصرف می‌کند، مثل نخود. مردم ممکن است از این تصمیم راضی نباشند، اما آنها باید آن را اجرا کنند چون دولت گفته است. اما در هند وضعیت متفاوت است. در آنجا اگر مردم متوجه شوند که خشکسالی در راه است و کشت نخود کمترین مقدار آب را مصرف می‌کند، خودشان شروع به کشت بیشتر نخود می‌کنند. چرا؟ چون قیمت برنج که آب زیاد مصرف می‌کند بالا می‌رود و کمیاب می‌شود و کشاورزان آب برنج را هم پوره نمی‌توانند. به همین دلیل تقاضای نخود نسبت به برنج افزایش پیدا می‌کند و عمده فروشان هم شروع به فروش بیشتر نخود می‌کنند. سپس کشاورزان می‌بینند که تقاضا برای نخود زیاد است، شروع به کشت بیشتر نخود می‌کنند. و حداکثر چیزی که دولت می‌تواند در این فرآیند انجام دهد، افزایش آگاهی و تشویق تولید نخود است. بنابراین در هند مردم و تاجران تصمیمات خود را می‌گیرند که می‌تواند منجر به واکنش‌های سریعتر به مشکلات مانند کمبود آب شود. این تفاوت در عملکرد بین یک اقتصاد دولتی مانند کره شمالی و یک اقتصاد بازاری مانند هند است. اکنون بزرگترین مشکل با اقتصاد دولتی این است که کسب و کارها موفق نمی‌شوند، مدیریت منابع ناکارآمد است و به طور کلی کشور برای بحران آماده نیست. به عنوان مثال، در هند در سال 1991 یک جواز دولتی به نام لایسنس راج بود. اگرچه در بازار تقاضای زیاد برای ساعت وجود داشت، اما شما نمیتوانستید کاملا یک شرکت ساعت‌سازی را شروع کنید. بنابراین شما باید منتظر می‌ماندید که دولت فرصت را پیدا کند
و سپس خود دولت یک شرکت سادسازی را راهاندازی کند، سپس تولیدات ساد را شروع کند و بفروشد. پس در این سیستم حتی کارآفرین به این فکر نمی کند که یک خالیگاه را در بازار پیدا کند. این دلیلی است که کسب و کارها موفق نمی شوند که به معنای ایجاد شغل کمتر در اقتصاد است و در نهایت اقتصاد خود را کند می کند. و همانطور که می دانیم شرکت های دولتی بسیار کند به ترند های بازار مدرن واکنش نشان می دهند. درست این معایب اقتصاد دولتی است. پس در زمان بحرانی مانند تحریم ها به دلیل سیستم کند و ناکارآمد دولت اقتصاد از هم می پاشد. این تفاوت اساسی بین یک اقتصاد دولتی و یک اقتصاد بازاری است. اگر تو اینجا برایتان روشن شده باشد، بیایید بریم به موضوع روسیه. در زمینه روسیه غرب انتظار داشت که اقتصاد روسیه به دلیل اینکه فکر میکردن روسیه یک اقتصاد دولتی است از هم میپاشد. اما به نحو باور نکردنی روسیه به عنوان یک اقتصاد بازار محور ظاهر شد که در آن نیروهای بازار در روسیه با سرعت به تحریم ها جواب دندان چکن دادند. Every single sanction has failed. Despite the war and sanctions, the Russian economy is still growing. You can see the Russian economy actually grew by 1.8%, and that's more than most of the countries in Europe. Its monthly income from oil exports is booming. It's now greater than it was before the Ukraine-Russia war. پس سوال این است که چگونه این واکنش به یک تحرک بزرگ مانند تحریم ها در اقتصاد رخ داد و با ویژه چگونه روسیه به علت این شرکت ها بازگشت کرد. اگر به بازارهای روسیه قبل از جنگ نگاه کنید، روسیه وابسته به کشورهای G7 و سایر کشورهای اروپایی برای واردات اجناس نیازمند بود. بنابراین روسیه دوا، نساجی و لباس، مواد شیمیایی، پلاستیک و دیگر موادها را برای برآورده کردن نیازهای جمعیت خود وارد میکرد. اما پس از جنگ 50% از وارداتش از اتحادیه اروپا و G7 تقریبا کاملا برهم خورد. اما به دلیل فعال بودن نیروهای بازار، صنایع به سرعت تامین کنندگان جدید پیدا کردند و بازار به این نیروها واکنش نشان داد. و میدانید کی برای روسیه نجات بخش شد؟ همسایه کشور ما چین. اگر به این گراف نگاه کنید متوجه خواهید شد که روسیه واردات خود را از G7 و اتحادیه اروپا با واردات از چین جایگزین کرد، به گونه‌ای که در سال 2019 در حالی که میزان واردات آن بین 12 تا 15 بیلیون دلار بود، کمتر از 3 بیلیون دلار واردات از چین بود. بنابراین تقریبا 10 بیلیون دلار از اتحادیه اروپا و بقیه از کشورهای G7 به دست می آمد. اما امروز اگر به همان گراف نگاه کنید، واردات روسیه مانند سال 2019 است. اما اکنون بیشتر از 7 بیلیون دلار از چین و کمتر از 3 بیلیون دلار از اتحادیه اروپا و بقیه از کشورهای G7 آمده است. بنابراین روسیه در واقع به جایگاه سال 2019 برگشته است. فقط این است که شرکای وارداتی متفاوت دارد. این اولین دلیل برای پایداری روسیه است که اقتصاد آن یک اقتصاد مبنی بر بازار است، نه اقتصاد دولتی. اگر تا اینجا برایتان روشن شده باشد، بیایید بریم به دلیل دوم که اقتصاد جنگ آنهاست. رشد GDP چیزی نیست جز افزایش فعالیت اقتصادی در کشور. پس GDP شما زمان رشد میکند که تولید و مصرف اجناس و خدمات در کشور افزایش پیدا کند. این تولید و مصرف میتواند هم از اجناس مردم عام و هم از اجناس نظامی باشد. در مورد روسیه این اجناس نظامی است که اقتصاد را تقویت میکند. در سال 2023 تقریبا 10% از GDP برای تولید صنایع جنگی هزینه شد و اکنون طبق اطلاعات بانک فنلند تولید صنایع جنگی روسیه در سال 2023 به 35% افزایش یافته، در حالی که تولید مدنی ثابت مانده. و در سال 2024 هم تولیدات مربوط به جنگ پیش بینی می شود که 6% از کل GDP باشد. و این اعداد به ما دو چیز می گوید. اول، اقتصاد روسیه به طور معمول رشد نمی کند، به طور غیر معمول رشد می کند و به دلیل جنگ. و دوم، این اعداد به ما می گوید که پوتین به هیچ وجه مایل به متوقف کردن جنگ نیست و این تغییر در تولید بخش دفاعی روسیه را به یک بخش بسیار مهم از اقتصاد روسیه تبدیل کرده است. در واقع 520,000 شغل جدید در صنعت نظامی ایجاد شده است و حدود 3.5 میلیون روس در بخش نظامی کار میکنند که حدود 2.5% کل جمعیت آنها. و میدانید کسانی که در روسیه تجهیزات جنگی میسازند در واقع بیشتر از بسیاری از کارمندان دفتر و وکلای حقوق در روسیه درآمد دارند. بنابراین به دلیل این موضوع مردم از وظایف دیگر به بخش‌های نظامی تغییر وظیفه می‌کنند. به دلیل این موضوع شرکت‌هایی که کارمندانشان به بخش نظامی منتقل می‌شوند باید معاش بیشتر پرداخت کنند تا بتوانند این کارمندان را حفظ کنند و در نتیجه شرکت‌های دیگر در بخش‌های دیگر نیز مجبور به پرداخت معاش بیشتر هستند، زیرا اگر دستمزد بیشتر ندهند کارمندان به بخش دفاعی می‌روند.
اگرچه این کار برای شرکت ها دشوار است، اما حقوق کارگران در روسیه در حال افزایش است. اکنون به علاوه این، به دلیل تحریک جمعیت برای جنگ، نیروی کار کافی برای کار در شغل‌های دیگر باقی نمانده است. به علاوه 1 میلیون روسی تصمیم به ترک روسیه به دلیل جنگ گرفتند. بنابراین این موضوع باز هم کمبود نیروی کار در روسیه را ایجاد کرده است که دوباره شرکت‌ها را مجبور به پرداخت معاش بیشتر به کارگران خود کرده است. در روسیه درآمد قابل استفاده مردم در حال افزایش است و این باعث افزایش تقاضا و مصرف اجناس و خدمات می شود و در نهایت به رشد اقتصادی در یک کشور منجر می شود. اما آیا چیز عجیبی در این داستان متوجه شدید؟ اگر ببینید این کارمندان معاش بیشتر میخواهند که خوب است، اما سوال این است که دولت چگونه این تمام پول را برای هزینه کردن در بخش نظامی با وجود این همه تحریم ها پیدا می کند؟ این نکته ما را به سومین دلیلی که اقتصاد روسیه در حال فروپاشی نیست میرساند که نفت است. پس بیایید این موضوع را بهتر درک کنیم. میبینید وقتی که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های زیادی را بر روی روسیه اعمال کردند، نفت و گاز کالای اصلی تجاری بود که تحت تاثیر قرار گرفت. چرا که اگر به این گراف نگاه کنید، پیش از جنگ روسیه 275 بیلیون دلار کمایی میکرد فقط با نفت و گاز. چون غرب فکر میکرد اگر تجارت نفت آنها را قطع کنیم، با تحریم و مانع از خرید دیگر کشورها شویم از روسیه، آنگاه به طور اتومات اقتصاد روسیه از هم میپاشد. و نتیجه این امر این بود که وقت غرب هند را مجبور کرد تا نفت روسیه را رد کند و اینجاست که وزیر امور خارجه هند به غرب جواب مناسب داد. Europe imported in the same period 6 times the energy which India did. Essentially, if it is a matter of principle, why didn't Europe cut on the first day? Why didn't we see on 25th of February a complete cut-off of energy imports from Russia? You can't say it's my principle, but by the way, I will do it by my timing. اما میدانید نفت تنها مشارکت کننده اصلی اقتصاد روسیه نیست. در واقع در سال 2021 روسیه نه تنها 17.5% از نفت کل جهان را تامین کرد، بلکه 47% از پالادیم فروخته شده در جهان، 16.7% از نکل، 13% آلومینیوم و تقریبا 1/4 کودهای پتاسیم فروخته شده در کل جهان را نیز فروخت. بنابراین وقت غرب تحریم ها را علیه روسیه اعمال کرد، فقط فایده نفت و دیگر اجناس روسیه را افزایش داد. حالا به بعضی از شما ممکن است این جمله برایتان گیج کننده باشد که چطور ممکن است با این همه تحریم مرزهای سود روسیه افزایش یافت؟ خب جواب ساده است. میبینید وقتی که تامین نفت جهان از روسیه قطع شد، قیمت‌های نفت افزایش یافت. و اگر به این گراف نگاه کنید، قبل از جنگ قیمت نفت بین 70 و 80 دلار فی بیلر بود، اما بعد از شروع جنگ به 110 دلار فی بیلر افزایش یافت. درست زمانی است که دفعتاً نفت و گاز روسیه تحریم شد، چون در بازار سایر کشورهای تولید کننده نفت مانند عربستان سعودی و قطر قیمت‌های نفت خود را افزایش دادند تا از تقاضای اضافی نفت در بازار بهره برداری کنند. پس اگر روسیه 1 میلیون بیلر نفت را در روز با قیمت 80 دلار فی بیلر میفروخت، در جنوری 2022 آنها 80 میلیون دلار به دست می آوردند. درست؟ اما بعد از جنگ هنگامی که قیمت نفت به 110 دلار فی بیلر افزایش یافت، حتی اگر روسیه 800,000 بیلر نفت را بفروشد، بازم 88 میلیون دلار به دست می آورد. بنابراین این یک افزایش 10% در درآمد است، حتی اگر آنها 20% هم کمتر نفت بفروشند. در واقع حتی اگر روسیه 10% هم تخفیف بده، هنوز با همان 80% فروش 79.9 میلیون دلار کسب میکند. میبینید حتی اگر نفت روسیه با مقدار کمتری هم فروخته شود، درآمدی که روسیه با نفت کسب میکند همانند قبل افزایش یافت. و این موضوع تنها مربوط به نفت نیست، بلکه به هر کالای دیگری که روسیه صادر میکند، از پالادیم تا آلومینیوم و حتی گندم. اگر به وضعیت نگاه کنید، وقتی که صادرات روسیه به اتحادیه اروپا 68% کاهش یافت و قیمت‌های نفت 30% افزایش یافت، درآمد روسیه به هیچ وجه کاهش نیافت، چرا که سایر کشورها نفت را از روسیه میخرند و آن هم با نرخ بالاتر از جنوری 2022. به عنوان مثال، روسیه تقریبا تمام تجارت از دست رفته خود با اتحادیه اروپا را با تجارت افزایش یافته با هند و چین جایگزین کرد. در واقع در سال 2019 اتحادیه اروپا 112 بیلیون یورو را صرف خرید سوخت فسیلی از روسیه کرده بود و در سال 2023 کشورهای اتحادیه اروپا 83.3 بیلیون یورو برای خرید نفت روسیه مصرف کرد. بنابراین در اینجا تقریبا یک فاصله 3 بیلیون دلاری وجود دارد. درست؟ خب اینجاست که چین برای این 30 بیلیون دلاری که از دست رفته جبران میکند، زیرا در سال 2022
چین خرید نفت خود را از روسیه به 45% افزایش داد و هنوزم از روسیه نفت میخرد. این دومین دلیلی است که از فروپاشی اقتصاد روسیه جلوگیری میکند. و در آخر نفت به کشورهای اروپایی هنوزم صادر می شود با چیز به نام کاروان مخفی یا شادو فلیت. برای کسانی که نمیدانند، شادو فلیت یا کاروان مخفیانه یک شبکه از نفتکش‌ها است که با ثبت نام در رجستری های حمل و نقل بین المللی سنتی ثبت نشده‌اند و تحت رادار خدمات پیگیری و تنظیمی اصلی فعالیت میکنند. به عنوان مثال، اگر نیاز به ارسال نفت روسیه به فرانسه شود، بجای ارسال مستقیم از روسیه به فرانسه با یک کشتی روسی از روسیه حرکت کرده و در وسط اقیانوس با یک کشتی دیگر ملاقات میکند و نفت را از کشتی روسی به کشتی مخفیانه انتقال میدهند. این کشتی بیرق کشور مثل پاناما را خواهد داشت و ورقای بیمه و گواهینامه به گونه‌ای تغییر میکنند که به نظر برسد نفت از پاناما آمده. بنابراین تاجران اروپایی مجبور نیستند به تحریم ها پایبند باشند، چرا که میتوانند به صورت کتبی نشان دهند که نفت را از پاناما خریدند، نه از روسیه. در واقع CNN به درستی یک نقشه از نحو انتقال نفت روسیه به هند را منتشر کرد تا از فشارهای بین المللی جلوگیری کند. و اگر به این نقشه نگاه کنید، در مرحله اول کشتی از روسیه حرکت میکند و از دریای سیاه عبور کرده و سپس در خلیج لکونیا در یونان به بندر استاد میکند و در اینجاست که انتقال نفت از کشتی به کشتی صورت میگیرد و در نهایت این کشتی به هند سفر میکند و سپس نفت را به بازرگانان هندی تحویل میدهد. و به این ترتیب روسیه به درآمد نفت خود میرسد، کاروان مخفیانه به کمیشن خود و بازرگانان اروپایی و هندی نفت خود را برای سودآوری برای خودشان تامین میکنند بدون اینکه واقعا محدودیت‌های تحریم را رعایت کنند. طبق تخمین‌های کیسی، حداقل 186 نفتکش سایه‌ای وجود دارد که نفت خام با محصولات نفتی تصفیه شده روسیه را به سراسر جهان حمل میکنند. Russia is now China's biggest supplier of oil. Surpassed Saudi Arabia to become China's top crude oil supplier in 2023. Now, Russia has emerged as India's second biggest supplier of crude oil, reaching their highest level in 2024. با دلیل یافتن شرکای جدید و همچنین افزایش قیمت‌های نفت و کاروان مخفیانه که بر اساس اقتصاد دانشگاه کویف، مسکو در سال 2023 فقط از فروش نفت 178 بیلیون دلار درآمد کرده بود و این عدد امسال به 200 بیلیون دلار پیش بینی می شود. میدونید چقدر پول است؟ این 55 بیلیون دلار بیشتر از آن چیزی است که در سال 2019 درآمد کرده بود. خلاصه جریان پول به روسیه بر رغم تحریم ها حفظ شده و در آخر از آن جایی که جنگ در زمین روسیه رخ نداده، خانه ها امن هستند و کسب و کارهای روسیه همانند همیشه اداره می شوند. به همین دلیل است که اگر به اقتصاد روسیه نگاه کنید، در سال 2022 کاهش 1.2% را تجربه کرد، اما در سال 2023 GDP آن به 3.1% افزایش یافت، در حالی که اگر به GDP اوکراین نگاه کنید، در سال 2022 29% کاهش یافت و در سال 2023 فقط 4.9% رشد کرد. پس سوال نهایی این است که آیا به این معنی است که اقتصاد روسیه در حال رشد است و روسیه چیزی برای نگرانی ندارد؟ خب نه. در واقع روسیه هنوز با 3 مشکل بزرگ روبرو است که ممکن است به یک وضعیت بحرانی برای روسیه تمام شود. اولین چالش نوسانات شدید ارز روبل در این 2 سال است. اگر به این گراف نگاه کنید، نسبت دلار به روبل 80 روبل در برابر هر دلار بود، اما با افزایش تنش‌ها در فوریه 2022 با پایین‌ترین رقم خود یعنی 136 روبل در برابر هر دلار در مارچ 2022 رسید. با این حال با بهبود تجارت آنها، ارزش روبل شروع به کاهش به 102 روبل در برابر هر دلار کرد. بنابراین از سال 2019 تا کنون همچنان 25% کاهش ارزش داشته. اما نگران کننده بودن این موضوع این است که همه اینها با وجود این که پوتین از تاجران خواسته است که بر روبل پرداخت کنند، با وجود رونق تجارت نفت و گاز به دلیل افزایش قیمت نفت و با وجود کنترل ارزش روبل توسط بانک‌های روسیه. چون به طور گفته می شود روسیه اکنون مانند یک اقتصاد متمرکز دولتی عمل می کند. مشکل دومی که روسیه با آن روبرو است، انتقال پول از روسیه به سایر کشورها است. طبق شایعات، تاجران و سرمایه‌داران روسی در کشورهای عربی آمده چندین میلیون دلار را خانه می‌خرند و می‌روند. این کار را به خاطر می‌کنند که پول خود را در زمین و املاک واقعی حفظ کنند، در حالی که کشورشان در بحران است. و اکنون روسیه از شهروندان خود جلوگیری از انتقال پول به خارج از کشور را گرفته. پس این دوباره یک سیگنال سرخ و بزرگ برای هر اقتصادی است. بنابراین ارزش روبل تقریبا به صورت مصنوعی توسط روسیه کنترل می شود.
و قسمی که گفتیم اینجاست که روسیه مانند یک اقتصاد متمرکز دولتی عمل میکند. بنابراین این چیزی نیست که بتواند در طولانی مدت کار کند و نه تنها دلار، روبل نسبت به یوان هم کاهش یافته است. بنابراین کالاهای چینی هم به دلیل افزایش دادن ارزش ارز قیمت می شود. اگر به این گراف نگاه کنید، بالاترین نرخ تورم یا انفلیشن در روسیه 17.8% در اپریل 2022 بود و سپس شروع به کاهش کرد. بنابراین همان طور که روبل کاهش می یابد، تورم یا انفلیشن در کشور افزایش می یابد که باز منجر به افزایش نرخ ربا یا سود می شود. و بدترین قسمت این است که روبل روسیه نسبت به یوان چینی هم 25% کاهش یافته است. به طور مثال اگر شما در سال 2023 با 100 روبل می توانستید 1 کیلو کچالو بخرید، یک سال بعد در سال 2024 باید 125 روبل پرداخت کنید تا 1 کیلو کچالو را بخرید که این افزایش مستقیم 25% تورم یا انفلیشن در یک سال اخیر است که این دوباره بسیار ترسناک است. و آخرین نگرانی که روسیه دارد این است که این افزایش و رشد در اقتصاد به خاطر جنگ است و اگر به تاریخ نگاه کنید، این افزایش رشد اقتصاد همیشه پس از یک بحران اقتصادی دنبال می شود، زیرا دفعتاً تقاضای سلاح پایین می آید، کارگران اخراج می شوند، بیکاری افزایش می یابد و ناگهان کمتر افراد می توانند پول درآمد کنند و بسیاری از مردم در بازار بیکار می مانند. و می دانید چطوری را با اطمینان زیاد گفته می توانم؟ خب ببینید، با آنچه پس از جنگ جهانی اول و دوم اتفاق افتاد. The war changed the world. The impact of World War II on the global economy was profound and long-lasting. In the aftermath of the fighting, the world order changed. 5 million were unemployed in America, 4.5 million in Germany, 2 million in Britain. خب این وضعیت اقتصادی روسیه است که پول نفت هنوز در حال آمدن است. آنها پول را مثل آب خرج میکنند. تورم یا انفلیشن را کنترل میکنند و اقتصاد جنگ و معدن آنها روسیه را زنده نگاه کرده. پس اگر روسیه اوکراین را تسخیر بتواند و از مزارع صادرات گلفته‌پرست و نفت آن سود ببرد، خب همه اینها ممکن است ارزش داشته باشد. وگرنه باز هم روسیه ممکن است با بحران بزرگی روبرو شود یا شاید حتی از هم بپاشد، مانند اتحادیه شوروی. این داستان اقتصادی روسیه است و این ما را به آخرین لحظات این قسمت میرساند و آن درس هایی است که ما باید از استقامت روسیه بیاموزیم. درس اول، اقتصاد بازاری همواره بهتر از اقتصاد متمرکز دولتی است. پس ما باید کنترل دولت را در بسیاری از بخش‌ها کاهش بدهیم تا بازار بتواند برای شرایط خوب بعد تنظیم شود. درس دوم، جنگ همیشه به یک خروجی اقتصادی منجر می شود که به نظر می رسد بی‌نقص است، اما بعد از آن به یک رکود بزرگ منجر خواهد شد. پس اقتصاد جنگی رشد واقعی در اقتصاد نیست و در آخر ما باید به شدت تولیدات خود را افزایش بدهیم. پس به عنوان یک شهروند باید سیاستمداران خود را تشویق کنیم تا افغانستان ما را به یک اقتصاد تبدیل کنند. این درس های است که ما باید از استقامت و داستان روسیه بیاموزیم و امیدوار هستم شما از این کیس استدی چیزی ارزشمند آموخته باشید. اگر چیزی ارزشمند یاد گرفتید حتما دکمه لایک را بزنید تا استودیو یوتیوب خوش شود. در قسمت بعدی خواهیم دید. الله حافظ.